شما میتونی اینجوری سنباته حالا هر مدلی تهیه کنی، دقیقا این برآمدگی دیده میشه. نگاه کنین اینو دقیقا همون قدری که برش دادیم همون قدر باید اینو با این همسط کنیم. حالا میریم در ادامه اینو همسط میکنم بعد بهتون میگم. حالا یه شستشوش میدیم ببینیم شده یا نه. باز مثل فروال همین خارج میکنیم. با دست با انگشت میتونی لمس کنی ببینی کجا قشنگ صاف شده کجا نشده. حالا من یک کم دیگه برآمدگی دارم باز ورش میدارم. در ادامه میگم. حالا در ادامه دوباره شستشو میدیم. نه دمت گرم. صابا نمیای. بعد اینو دقیقا حدودی تراش خورد. حالا اونی که دستگاه تراش داره میتونه با دستگاه تراش بهترین کارو بکنه. حالا ما که دستگاه تراش نداریم هزینه‌ش هم نداریم. کار ما اینه که به شما کاری که یاد گرفتیم و بهتون بگیم بدون هزینه. من خودم این عالمه پرسجو کردم هزینه کردم تا اینو یاد گرفتم. حالا اونقدری هم تجربه ندارم ولی چیزی که یاد گرفتم و بهتون منتقل میکنم که هزینه تو این وضعیت اقتصادی بتونی یک کسب کارتون رو رونق بدین. حالا در ادامه میگم چی به چی. این پیستون رو تست میکنیم که قشنگ سر جاش بره. در ادامه نحوه قرار دادنشو بهتون میگم. قشنگ نشونش بدیم. این دقیقاً سر جاش قرار گرفت. حالا در ادامه قشنگ یکی یکی میچینم. هنوز باید اینجا رو نازک کنیم که موقع پرس زدن قشنگ تا بخوره باد نگیره. اگه همه اینجوری تاش بزنیم باد میگیره. اینی که مثلا نازکش کنیم راحت تر تا میخوره. یا اگه اونی که دستگاه پرس داره لوازمشو میگم چجوری درست کنه با دستگاه پرس به راحتی پرس کنه. حالا ما که هزینه‌اش نداشتیم با چکش نشونتون میدم در ادامه چجوری پرس کنیم. در ادامه میگم. حالا به سنگ برستون یه دونه سنباته میبندی یا با همین هم میشه. حالا من که سنباتم تموم شده امشب دیگه نداشتم و نظرم این بود که یه شغلی رو به شغلتون اضافه بشه، یه رونقی بگیره تو این وضعیت اقتصادی. حالا با همین یه لایه از روش ور میدارم که نازک بشه. در ادامه قشنگ میذارم که چجوری بشه.
حالا خودتون مشاهده بکنین. دقیقا یه لایه برداشتم، نازک و نازکش کردم. حالا شما در ادامه باز اینو یه شستشو بدیم، باز برمیگردیم میگم چیکار کنیم. خب باز یه باد میگیریم میذاریم قشنگ خشک بشه. حالا در ادامه میگم چیکار کنیم. حالا چه روغنی استفاده کنیم؟ روغن هدرلیک هم میشه که روغن هدرلیک اینه، مارکش کاسپیان. بعد روغن دهم میشه استفاده کرد، ولی اونا چون غلیظ‌تره کمک سنگین‌تر کار میکنه. من از این روغن استفاده میکنم با همون هدرلی که با هم دیگه قاطی میکنم. کارایی بهتری هم داشته، مشتری هم راضی بوده. این 5 لیتریش هم هست، اونم ریختنیش هست. هر جوری که دوست داری میتونی تهیه کنی. حالا باز پیستون و اینا رو بذارم میگم که چجوری روغن چقدر بریزیم و چه کار باید بکنیم. حالا قطعه هایی که تمیز کردیم بازم یه بار میگیریم که مطمئن بشیم. خب اینو میذاریم سر جاش. یا قشنگ از بالا بگیر، از این ور. بعد روغن، دقیقا روغن رو تا سر این قشنگ پرش میکنیم. پر میکنیم دقیقا همینقدر. من آوردم بالا که دیده بشه بدونین چقدر روغن بریزیم. بعد یک کم سرریز از اون میکنی، یه خورده فقط سرریز میریزی روش، همین. بعد اینو میتونی اینجا یه محافظ خودت، اونی که محافظ داره ضربه‌گیر داره، خب اون جدایه. اگه نداشت میتونی یه دونه ضربه‌گیر خودت اینجا بندازی، اونی که پنیکاره میدونه چی بذاره. حالا میشه از لوله سفیدم قیچی کرد. من خودم از لوله سفید قیچی میکنم که هزینه‌ام نداره، بهترم کارایی میده. ادامه میگم که چجوری بذاریم. این واشرای اصلیشه، میتونی از ابزار فروشی یا از یه جای جور کنی، حالا به چه طریقی خودت میدونی. بعد میشه از لوله سفید اینو میشه اینجا جاگذاری کرد که وقتی یه دفعه میاد بالا تقه نخوره، صدا بده، این ضربهشو میگیره. حالا در ادامه لوله سفید رو تیکه میکنن که بدونین چجوری. دقیقاً قد همین از لوله سفید برش میزنیم. با سنگ فرز که نمیشه، خرابش میکنه. با سنگ فرز بزنی این شکل میشه. بعد میره جلو پیستون رو میگیره. حالا یا با قیچی یا میدین تراشکار براتون چند تا براتون برش بزنه. این فقط به کمک های عقب پراید میخوره. حالا باز لوله سفید دومیمو میشه به کمک های جلو پراید هم استفاده کرد، یا یکی دیگه هم میشه استفاده کرد. حالا باز تستش میکنیم. اینو دقیقا همینقدر برش میدیم. در ادامه میگم که چیکارش بکنیم. خب اینو سر جاش میذاریم، این میاد دقیقا اینجا میشینه. بعد میریم هواگیری کنیم. اصلش اینجاه. دوربینی بیار جلو. بعد اینو قشنگ میذاریم سر جاش، آروم میدیم بره پایین. حالا شما کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنین، اونایی که جلوبندی سازن
این کار براشون عالیه. حالا اونم که میخواد تازه جلو بند سازی رو شروع کنه یا یه کار که میتونه بغل یه کار دیگه بهت سود بده، حالا شما میرین این کمک ها رو ضایعاتی میگیری، کیلویی میگیری، دونه‌ای درست میکنی، به ضمانت به مشتری تحویل میدی. حالا اینو تا ته بردیم، میمونه پیستون بالایش. حالا زیادی چیزا که اینجا نمیشه تهیه کرد چون ما بچه روستاییم، به قول بنده خدا میگفت بچه دهاتی. اینه هم یه بادش میگید قشنگ میذاریم سر جاش. قشنگ با یه چیزی، همین لوله سفید یا یه چیز آهنی قشنگ میکوبیم بره سر جاش بشینه. در ادامه نشستنشو بهتون نشون ببینین دقیقاً اینقدر خالی داره، همونو باید تا بزنیم روش. حالا کاسه نمدو سر جاش میذاریم، یکم روغنی کنیم بهتره، موقع جا زدن ضربه نمیخوره. این هم کاسه نمد قشنگ رفت سر جاش با همین لوله سپید که زیاد ضربه نخوره بهش. قشنگ دور تا دور. الان همون نحوی که باید پرس کنم بهتون میگن چجوری پرس میکنم. در ادامه میگم چجوری. دقیقاً وقتی میگفتم نازک کنیم به خاطر این بود که قشنگتر تا بخوره، که باد نگیریم پشتش جدا نشه که روغن از اینجا بیاد بالا. حالا من با همین چکش قشنگ براتون میکوبم، عین استانداردش میکنی. در ادامه نشونتون میدم. خب ببینید قشنگ وقتی درست ورش میدی اینجوری قشنگ به شکل کارخونه پرسی در میشه. حالا وسایل هست برای پرس کردن، به تراشکاری میبری. میگم در ادامه کلیپ های بعدی بهتون توضیح میدم. حالا کمک جلو، کمک عقب، حالا یک کمک های 405 عقبش همه رو میشه تعمیر کرد. بعد این کاسه نمدارم اونی که لازم داره من شماره میذارم بهم پیام بده، میگم کاسه نمدار از کجا تهیه کنه. حالا من اینا رو به هزار دردسر پیدا کردم. شما فقط میتونی خستگی منو در بیاره، کانال منو به دوستانتون معرفی کنید، هم براشون شغل بشه، هم که برای من بهتر بازدید بخوره، منم بتونم از این طریق یه نونی در بیارم. حالا خودتون هوای همدیگر رو داشته باشیم. منی که 0 تا 100 میخوام توضیح بدم، شما هوای منو داشته باشیم بهتره، منم هوای شما رو دارم. کمک های بعدی 405 همه چه میشه، سمن همه چه رو میشه تعمیر کرد.
اینا رو قشنگ بهتون توضیح میدم، منو به دوستانتون معرفی کنین، تو چنل میذارم برای دوستانتون بفرستید که یه کسب کاره که یه چیز خاصی هم نمیخواد، پای سنگکار اینا که همه جا هست دیگه، اونی که جلو بنده سازه دیگه هیچی نمیخواد، کمک هم همه چیز هم خودش داره دیگه. کمک ضایعاتی رو به قیمت میفروشی. حالا اینو میتونی 6 ماه ضمانت بدی، وقتی تمیزکار بودی میتونی 6 ماه ضمانت بدی. آخر سری هم که اینی هم که در آوردی، یعنی این اول اینو جا میزنی، بعد همینو قشنگ سر جاش باز جا میزنی. یه کمکی هم بازی میدی. این کمک روغنیه، الان آماده برای زیرن انداختن ماشینه. حالا در ادامه کلیپ های بعدی طریقه گازی کردن و اینا رو از کجا تهیه کنی و اینا رو همه رو بهتون توضیح میدم. فقط حمایت کنیم. منم خستگی کشیدم، همه چی رو براتون میذارم، شما دردشو کشیدم، به سختی اینا رو گیر آوردم. من دستم اینجوری این شکلی براتون تهیه میکنم. شما لایک و کامنت رو برای دوستاتون هم بفرستین. حالا طریقه صحبت کردن من این حقیقت دهاتیه دیگه، از این بیشتر نمیتونم براتون به زبون راحت تری براتون صحبت کنم. همینی که میدونم و براتون ارائه میدم. شما میتونید فقط یه رنگم بزنید، میتونید نزنی، هر جوری دوست داشتین میتونی اینو به مشتری بدین. لایک و کامنت یادتون نره. حمایت کنی منو. خداحافظ.